خب اولین مرحله از گرم کردن چه در باشگاه چه در منزل بالا بردن ضربان قلب است. با توجه به اینکه لوازم محدودی رو داخل خونه داریم، از یه استپ میتونیم استفاده کنیم برای بالا بردن ضربان قلب. حرکات ریتمیکمون رو به آرامی شروع میکنیم و بعد از 1 تا 2 دقیقه سرعت حرکاتمون رو بیشتر میکنیم. هر کسی نسبت به توانی که داره میتونه سرعت رو تغییر بده. همینطور میتونید استپ رو مقابلتون قرار بدید و دور استپ شروع به دویدن کنید. و یا یه پاتون رو روی استپ بذارید و پای بعدی رو داخل سینه جمع کنید و روی زمین بذارید.